салом, нашри хабариро мустақиман аз студияи марказии радиои муҷир мешунавед. имрӯз душанбе 13 апрели 2020 сол аст. با پیش آمدن وضع پاندمیای کرونا در جهان و پنجشنبه آن در روسیه نیز به زیاد به قید گرفته شده ایستاده است که به وضع اقتصادی مهاجران مهنتی نیز تاثیر منفی خویش را لکه رسانید. حالا در روسیه تا 1 می سال جاری حالت خودنگهداری در خانه جاری گردیده است که اکثریت کارخانه‌ها فعالیت نمی‌کنند و مهاجران مهنتی موقتا بکار ماندند. در این روزهای مشکل خصوصا برای مهاجرانی که کار خود را از دست دادند، جهت کمک آنها یک گروه صاحبکاران تاجیک مقیم مسکو اکسیه خیریوی را روی دست گرفتند. روز شنبه در چنین یک اکسیه خیریوی به زیاد از 4000 نفر کمک رسانیده شد. جریان رسانیدن کمک‌های خیریوی به آن نفرانی که در این روزهای قرنطینه در مسکو و ولایت مسکو کار خود را از دست دادند، گروه ایجادی از بخش خبری رادیوی مهاجر نیز تقسیم کمک‌های خیریوی را همراهی کرد و رفت آن را در صفحه رسمی رادیوی مهاجر در فیسبوک مستقیما پخش نمود که در آنجا شما می توانید نوار مذکور را ببینید. دستاندرکاران این اقدام نجیب که نخواستند اسمشان را هنگام تهیه گزارش ببریم اطلاع دادند که محصولات نیاز اولیه از قبیل کارتوشکا، پیاز، روغن، سبزی، چای خشک، مربا، شکر، سبزیجات و میوگی‌ها و دیگر انواع مواد خوراکواری نیاز اولیه را در بر میگیرند. در اکسیه خیریوی امروزینه زیاده از 4000 عائله‌ها که اساساً مهاجران کره تاجیک را در بر میگیرند و در این روزهای قرنطینه در مسکو و ولایت مسکو کار خود را از دست دادند رسانیده شد. آن صاحبکاران تاجیک مقیم مسکو که این تدبیرهای خیرخواهانه را روی دست گرفتند، هنگام صحبت با بخش خبری رادیوی مهاجر اطمینان دادند که این آغاز کار بوده. روزهای من بعد نیز چنین اکسیه را نه تنها در ولایت مسکو و شهر مسکو بلکه در دیگر منطقه‌های روسیه نیز ادامه خواهند داد. خبرهای روز را شما مستقیما میشنوید. در ازبکستان حالتهای نوی سرایت کرونا ویروس در شهروندان قرنطینه بوده زیاد آشکار شده ایستاده است. در عموم در ازبکستان شماره گرفتاران ویروس نوی کووید 19 به 865 نفر رسید. اطلاع می‌دهد مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی این کشور. همین طریق در یک روز در ازبکستان تخمینا در بدن 100 نفر نشانه های کرونا ویروس آشکار کرده شده است. در مجموع موافق معلومات تا به حالت شام 12 اپریل در این کشور 4 نفر از سرایت این ویروس به هلاکت رسیدند. وزارت بهداشت ازبکستان اینچنین توضیح داد که همه حالتهای نوی کرونا ویروس در شهروندانی که در شرایط استاціонری تحت نظارت کرانتینی قرار گرفتند آشکار کرده شده است. حالا باشد تدبیرها در مؤسسه هایی که در آنجا شهروندان ازبکستان تحت کرانتین قرار دارند پرزور کرده شده، طبیبان راه های دیگری مبارزه با این اپیدمی را جستجو می کنند. از ازبکستان به اکوادور می رویم. مزد مهنت رهبریت و شخصان منصبدار اکوادور در حالت پنجشنبه ویروس کرونا و بعد شدن وضع اقتصادی در این کشور 50% کم کرده می شود. اظهارات داده است پرزیدنت اکوادور للین مورینو. من قرار دارم که مزد مهنت پرزیدنت، نایب پرزیدنت، وزیران و معاونین وزیران و دیگر شخصان منصبدار کشور را 50% کم کنم. همه منصبداران و اعضای پارلمان نیز این کار را میکنند و ما امروز همچون شخصان مسئول دولت در نزد مردم وظیفه داریم که با هر راه نباشد وضع اقتصادی مملکت را در سطح معتدل نگاه داریم و با ویروس کرونا غالب برایم، نوشته است پرزیدنت اکوادور للین مورینو در صفحه توییترش. یادآور می‌شویم که در اکوادور تا کنون 7466 حالت سرایت کرونا ویروس تصدیق کرده شده است که 333 نفر از این اپیدمی فوت کردند.
مرگ یک کارمند بیمارخانه ولایتی شهر بختر ولایت ختلان را مقامات تندرستی مرگ طبیعی عنوان کردند. گفته می شود که در این بیمارخانه نفرانی از خارج کشور آمده تحت قرنطینه قرار دارند که طبیب فوت کرده نیز در این بیمارخانه فعالیت میکرده است. سپوتنیک تاجیکستان از قول بیبی خانم در رویش ساده سخنگوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان می‌نویسد که شب 12 اپریل ساعت 21:30 عایشه ماه علیمова سال تولدش 1962 کارمند بیمارخانه مرکزی ولایتی به نام واحد شهر باختر با تشخیص سیل ارتشاحی یا قسم مابین هر دوی شوشو گیپرتمرفی معده‌چه چپ دل اتراسکلروز شاهرگ فوتیده است. موصوف در بیمارخانه مذکور که در آنجا شهروندانی از خارج کشور به تاجیکستان آورده شده در قرنطینه قرار داشتند فعالیت می‌نمود. گفته است بیبی خانم درویش زاده کاتب مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد که از 1 فوریه تا 13 اپریل سال روان 7560 نفر شهروندانی که از کشورهای خارجی به تاجیکستان وارد گردیدند در مؤسسه‌های تندرستی و آسایشگاه‌های مملکت به قرنطینه فرا گرفته شدند. از شماره ذکر شده تا سنه 13 اپریل 5724 نفر به خانه‌هایشان جواب داده شده. عین حال 1836 نفر آنها زیر نظارت قرنطینه قرار دارند. همزمان از آغاز تا امروز 326 نفر شهروندان خارجی نیز به قرنطینه فرا گرفته شدند که عین زمان 5 نفر آنها در قرنطینه قرار دارند. وزارت تندرستی تاجیکستان همچنین تاکید میکند که از بس که وقت‌های اخیر در مؤسسه‌های قرنطینه‌ای مملکت فوت بیماران با این یا آن بیماری به قید گرفته شده ایستاده است، متاسفانه یک گروه هنگامه‌جویان فوت آنها را به سرایت کرونا ویروس منسوب می‌دهند. این زمان که موسم بهار است و خروج هر گونه بیماری‌ها از جمله بیماری زکام، بیماری‌های کرونیکی اوج گرفته، آنها نیز باعث آرزه‌های گوناگون گردیده سبب فوت شده میتواند. بنابراین در این لحظه های حساس مرگ هر انسان را به سرایت کرونا ویروس علاقمند نمودن یک عده هنگامه‌جویان از روی عدالت نخواهد بود. سبب مرگ هر انسان را تنها دکتر معین کرده میتواند. از این رو از شهروندان مملکت دعوت به عمل می‌آوریم که در این مسئله های نازک احتیاطکار باشند و به هر گونه خبرهای بر دروغ در این رابطه باور ننمایند. آورده شده است در بیانیه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. وزارت تندرستی از تمام شهروندان مملکت دعوت به عمل می‌آورد که به هر گونه خبر آوازه‌های بی اساس سرایت‌یابی شهروندان با کرونا ویروس نو باور ننمایند و تنها به معلومات‌های مقامات رسمی از جمله وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تکیه نمایند. اینچنین شهروندان کشور می توانند ضمن پیدا گردیدن سوال و دسترسی توصیه ها نسبت سرایت کرونا ویروس نو توسط تلفن 511 که در نزد وزارت تندرستی به طور شبانه روزی فعالیت می نماید مراجعت کنند. همچنین وزارت تندرستی تاجیکستان تاکید می کند که در حالت به قید گرفتن سرایت کرونا ویروس در مملکت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان رسما آن را تصدیق و اعلان خواهد کرد، زیرا به هیچ وجه پنهان داشتن این سرایت به نفع هیچ کشور نخواهد بود. با دست یافتن توقف میان کشورهای عضو اوپک، کشورهای بزرگ تولید کننده نفت، روبل روسی قرب از دست رفته خود را آهسته آهسته میگیرد. خاطر رسان میکنیم که ماه قبل میان کشورهای عضو اوپک در خصوص تولیدات نفت نافهمایی سر زد که عربستان سعودی یک باره نرخ یک بارل نفت را تا به 40% کاهش داد که این از به اقتصاد روسیه ضرر جدی وارد کرده. در پی رکود قرب
روبل روسی را به بار آورد. البته این نیز به جیب اویلاهای مهاجران تاجیک تاثیر منفی خویش را رسانید، چون که اکثر مهاجران تاجیک از روسیه به تاجیکستان پول میفرستند و پس شدن قرب روبل روسی در بورژه جهانی تاثیر منفی را اساساً به بودجه اویلاهای مهاجران میرساند. حالا باشد قرب روبل روسی در برابر سومونی در بازار اسعار نقدینه تاجیکستان بالا رفته ایستاده است. نسبت به چند روز پیش تا یک اندازه بالاروی قرب روبل روسی دیده می شود. در این روز در بانک های تجاری تاجیکستان 1000 روبل روسی از 142 تا به 152 سومونی جهید که آن را اقتصاددان ها به توقف یافتن کشورهای عضو اوپک ربط می دهند. شما نشر خبری را مستقیما از استودیو مرکزی رادیو مهاجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. ما را همراهی کنید. سلامت باشید.